اتاق عمل در تهران است و نازنین می‌خواهد برای سومین بار بینیش را به تیغ متخصص جراحی پلاستیک بسپارد و رانهایش را هم با لیپوساکشن از چربی اضافی پاک کند. جواد امیریزاد، جراح پلاستیک که انجام این عمل را بر عهده دارد، میگوید در میان متقاضیانی که به کلینیک خصوصیش مراجعه می‌کنند، تعدادی هم می‌خواهند سینه‌هایشان را بزرگ کنند. دکتر امیریزاد میگوید در سالهای گذشته تعداد مردانی هم که خواهان جراحی‌های زیبایی هستند رشد قابل توجهی داشته. نکته که وجود داره، مثلا 23-4 سال پیش که من فارغ التحصیل شدم، شاید 5% آقایان تمایل داشتن که جراحی زیبایی بینی انجام میدن. در حال حاضر این 5% شده 35%. علاقه ایرانیان به جراحی‌های زیبایی ایران را در میان 10 کشوری قرار داده که بیشترین تعداد جراحی‌های پلاستیک را در دنیا انجام می‌دهد. مهناز مهری، یکی از مدیران شرکتی بازرگانی در تهران، میگوید بعد از اینکه نزدیکانش عمل زیبایی بینی کردند، او هم به این کار ترغیب شد. وقتی اطرافیانم مثلا خواهرم، مادرم اینا عمل کردن، به فاصله 1 ماه بعد تصمیم گرفتم منم این کارو بکنم. یعنی یه چیز کاملا مصری بود، یه واگیر داشت. به گفته دکتر امیریزاد، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، آمار رسمی حاکی است که سالانه تا 40,000 عمل زیبایی در ایران صورت می‌گیرد که 60% از آنها مربوط به بینی است. این متخصص جراحی پلاستیک معتقد است که آمار غیر رسمی بسیار بیش از این هاست و تعدادی از مردم برای تغییر و تصحیح فیزیکی به سراغ متخصصانی خارج از حوزه جراحی پلاستیک می‌روند. ولی دکتر جواد امیریزاد در مجموع بالا رفتن تقاضا برای عمل‌های زیبایی در ایران را مثبت می‌داند. این مدرن شدن جامعه است و این چیز بدی نیست. ما این نشون دهنده مدرن شدن جامعه ماست. ما باید خوشحال باشیم که جامعه داره مدرن میشه. انجمن بین‌المللی جراحی پلاستیک و زیبایی در سال 2013 میلادی، یعنی حدود 3 سال قبل، گزارش داده بود که ایران بعد از برزیل، مکزیک و آمریکا 4مین کشور دنیا از لحاظ تعداد عمل‌های زیبایی بر روی بینی بوده است.